ادامه برنامه‌های رادیوی تاجیکستان. السلام علیکم شنونده های گرامی، با توجه شما گفتاری ادبی از سلسله خوانش بدیعی اثر نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی، یادداشت‌ها در قرائت عبدالرشید خوجامقلوف. قسم 4، گفتاری 92. این خانه ز خشتی کهنه انداختم، در وی جشن زرفتگان ساختم، تا اهل زمان ما بدانند که من یک عمر جوانی به چی ره باختم. مؤلف. من هزل و شوخی نمی کنم، همه کاری من جدیست گفته دوباره تأکید کرده. بعد از آن به اهل مجلس نگاه کرده پرسید: شمایان که غیبتچیانی بخارا می باشیتان، مگر فکر کرده ایتان که در این روزهای آخر چی کارها شده گذشت؟ کسی به این سوال او جواب نداد و او باز دوام نمود: همه تان می دانید که جنبولی مردار، مختار خواجه مار، قاری سمی نابکار، عبدالرحمن رفتار. من به این مردی فاحشه مانند دیگر صفت نمی دهم. خودی همین کلمه رفتار که از طرف مردم به نام او همراه کرده شده است نشان می دهد که او خردسالیش را با کدام مشغولیت گذرانده است. گفت ملا امان در بین سخن اساسی خود به طرز جمله معتریضه سکاپکگی و دوام نمود: و قیام مخدومی هرزگردی بدکردار، این 5 نفر غداری مردارکار برای خلاص شدن از نیم تنگ پولی کیرا بیشرمانه همان قدر ماجرا را برپا کرده اند. آن بس نبود که بیرویی، بیشرمی، بی انصافی، بیرحمی و بی دیانتی را بجای رساندند که از نام دین یک آدم را با وحشانیتی چشم ندیده و با عذاب و عقوبتی گوش ناشنیده نابود کردند. همه ما جنبول، قاری سمی، عبدالرحمن رفتار و قیام مخدوم را می دانیم و از اینها امیدی آدمگری کردن خطا بود. اما مختار خواجه را چی شد که او به این کار همراه شد؟ من او را آدمی نرمدلی خاکسار می دانستم. من گمان نداشتم که او به همین قدر رسوایی پرفاجعه همراهی کند. گفتم من سخن ملا امان را بریده به او. او بعد از آن که قدری به من با دقت نگاه کرده ایستاد گفت: من تو را تیز ذهنی گپ فهم گمان کرده بودم، اما از جایی گفتم نبرآمدی. مگر دقت نکردی که در وقت نام بردن این 5 نفر من به هر کدام آنها یک صفتی مناسب دادم و از آن جمله مختار خواجه را مار گفتم. مار هم نرم است. نرمی او به درجه است که اگر از زهر زدنش نترسیده به بدنش دست رسانی، نرمیش به دست می فارد. اما کاری او آدمان را زهر زده کشتن است. آخر عرب ها بی سبب نگفتند که اعوذ بالله من غضب الحلیم، پناه میبرم به خدا از غضب آدمی نرم معامله. مخار خلق کدام خلق باشد نتیجه تجربه سالهای بسیاری آدمان دانشمند است. قاری شریف چای را آورد. قاری عثمان بعد از گرداندن آن پیاله یکم را به ملا امان داد. ملا امان از چای گرمی جوشان به طرزی که گویا مزه اش را چشیده می دیده باشد
قطره چند به دهان گرفته حلق خود را تر کرده پیاله پرچای را در پیش خود گذاشته سخن اساسی خود را دوام کنانید. شاید شمایان گمان می کرده باشید که این همه بیدادگری وحشیانه را همین 5 سرگرگانی وحشی دوپا کردند، اما در حقیقت این طور نیست. من در وقت این ماجرا به پیش هر کدام ملاهای مشهور در آمدم. بیشترین آنها این کاری وحشیانه آن 5 نفر را حمیت دینی می نامیدند و به آنها تحسین ها آفرین ها می خواندند. حتی استاد خودم دام الله حامدی عرب که خود را فیلسوف و حکیم می تراشید بدکرداری های این 5 نفر را شنیده خرسندی می کرد که در وقتهای آخر علمای ما را در پیش عوام هیچ اعتباری نمانده بود. با کار اینها عامه مردم مجبور می شوند که علما را حرمت کنند و در هر کاری خود اول ریزهای آنها را به نظر گیرند. آخر در این فکر استادی فلسفه من چی می گوییتان؟ مگر برای حرمت خود و حرمت همیوغان خود آدمان را کشتن لازم بوده است؟ این فیلسوف نادان نمی دانست که حرمت مجبوری بغیر از ضرر دیگر باری نخواهد آورد. کسی که کسی را مجبوراً حرمت می کند، خصوصاً آن مجبوریت از بیم کشته شدن آمده باشد، حرمت مجبوری کننده اگر فرصت یابد آن شخص محترم را خواهد کشت، هیچ نباشد تحقیر خواهد کرد. ملا امان چای سرسوده مانده را نوشیده پیاله را به طرف قاری عثمان غیلانده فرستاده باز دوام نمود. همه این چیزهایی که من گفتم همین را نشان می دهد که آن 5 نفر نابکار در این کار خود تنها نبودند و در وقت هجوم کردنشان برمه به گرگانی پیشگرد پس ایستادگانشان یاری می دادند. بنابراین من همیشه می گویم که این گله گرگانی در رنده را توبه گرگی دادن لازم است. ملا امان از چای گرمی که در پیشش گذاشته شده بود یک لب تر نموده و میرزا ابراهیم صبحی نگاه کرده گفت: آن شعر هجویت را که در حق میرشب گفته بودی خان؟ ملا امان گمان می کرد که آن شعر را صبحی گفته است، چون که رفیقان همیشه به او صبحی گویان با تخلصش خطاب می کردند. بنابراین ملا امان او را در این جمع آمد شاعری یگانه می دانست. صبحی قطعه را که در هجو میرشب کلکتیبانه گفته شده بود خواند. ملا امان از آن قطعه بیت زیرین را شاید برای یاد گرفتن باشد خود به خود 2-3 بار تکرار کرد. خواه باشی خوک خواهی گرگ ما را شد یقین، خوکبانی گرگ طبع زیشت پشتیبانی توست. ملا امان بعد از تکرار کردن این بیت افسوس که من شاعر نیستم گفت و اگر این شعر را که در حق شخصی میرشب گفته شده است به شکل جمع می در آوردم تا که در وی ملاهای گرگ طبیعت و دیگرها هم در آید، این چنین کلمه خوکبان را هم جمع می کردم، زیرا خوکبانانی که پشتیبانی این گرگان می باشند نیز بسیارند. ملا امان بعد از این مقدمه یک قند چای نوشیده حلق خود را تر کرده نفس خود را راست گرفت و به همین مقدمه چه پیوند داده سخن اصلی خود را دوام کنانید. اگر ما این شعر را به شکل جمع گرفته در حق گرگان یا خوکانی وحشی که عرابکش
در چنگال آنها گوسفندوار افتیده در رانده شد تطبیق کنیم، پشتیبانان آنها مفتیها، قاضی کلان و امیر شده می براید. مگر مفتیها نمی دانستند که آن درون سیاهان برای روسیاهی 32 پولی سیاه نیم تنگه عرابکش را به کشتن تیاری دیدند؟ نه، می دانستند و دیده و دانسته ایستاده روایت آدم کشی را که در دست این گرگانی درنده و خوکانی وحشی وظیفه چنگاری و دندانی اشکیگی را ادا می کرد تیار کرده سپردند، چون که اینها به آنها پشتیبان حامی بودند. مگر قاضی کلان نمی دانست که گرگانش به عرابکش تهمت کرده ایستادند؟ می دانست و دیده و دانسته ایستاده آنها را به این دعوا حقدار شمرد، چون که خودش پشتیبان آن گرگان بود. مگر امیر سبب هجوم آن 5 سر گرگ را به عرابکش نمی دانست؟ البته می دانست، چون که واقعه نویسانش، جاسوسانش از همه پیشتر حقیقت حال را به او نوشته بودند. لیکن او هم دیده و دانسته ایستاده موافق خواهش آنها فرمان دادن خواست. فقط به او لازم بود که از پشتیبان خود رخصت گیرد. بنابراین چند روز این کار را دیر کشانید. من میخواهم اکنون درباره کی بودن و چی بودن پشتیبان امیر که به واسطه او و بعضاً به واسطه پشتیبانی همه ارکان دولت امیر است 2-3 کلمه گپ زنم. اما برای این اول یک پیاله چای گرم نوشیده، حلق خود را تر کرده و نفس خود را راست گرفتنم در کار است. قاری عثمان به ملا امان زود یک پیاله چای گرم کشیده داد. او در حالتی که چای گرم را آهسته آهسته می نوشید فکر می کرد. مگر او از فرصت چای نوشی خود فایده برده سخنانی در این موضوع نو گفتنیش را در ذهن خود ترتیب می داد. ملا امان بعد از پیاله را خالی کرده به طرف قاری عثمان دراز کردن و گپ در آمد. من می خواهم پیش از گپ زدنم درباره پشتیبان امیر یک یادداشت خود را به شمایان نقل نمایم، گفت ملا امان. من یک روزی با یک همراه خود از کاگان به شهر آمدن می خواستم. به کراکشخانه پیش وگزال رفتیم که در آنجا تنها یک فایتونی یک اسبه ایستاده است. در درون آن یک رونده هم نشسته است. من بعد از معین کردن پولی کرا در درون فایتون در پهلوی آن رونده جای گرفتم و از فایتونچی التماس کردم که با نرخ معینی همراه مرا هم در پهلوی خود گیرد. اما فایتونچی این التماس مرا رد کرد و گفت که از روی قانون به فایتونی یک اسب زیاده از 2 کس سوار کردن ممکن نیست، چون که به اسب جبر می شده است. اگر من این قانون را ویران کنم مرا جزای نقدی اشتراف خواهند کرد که به ادای آن 1 روزه مزد مهنتی من نمی رسد، گفت. ملا امان بعد از نقل این یادداشت خود به سخن اساسیش گذشته گفت. وکیل دولتی امپراتوری معظم که به صفت کنسولی در اینجا نشسته است در حقیقت امیر و ارکان دولتش به رخصت او 1 پیاله چای را نوشیده نمی توانند. او که با دعوای رحمدلی و شفقتکاری به اسبان ظلم کردن را راه نمی دهد، نه تنها برای با وحشانیت کشته شدن یک آدم رخصت داد، بلکه این وحشانیت را موافق قانون کرده داد تا که به خودش و به امپراتورش که پشتیبان امیر و کارهای ارکان دولتش می باشد از مخبران گزیته ها و از روزهای دهان بی فراویز، یعنی از روزهایی که بی ایبا عیب حکومتداران را فاش می کنند گپ نرسد.
ملا امان چای نوشیده حلقش را تر کرده باز دوام کرد. انا در این احوال آدم به کی داد می گوید و از کی مدد می جوید؟ چون من از همه این طبقه ها، خصوصا از طبقه ملایان که خودم هم با پوشاک خود در قطار اینها بودم نفرت کردم، از جهت لباس هم باشد به عرابکشان، به سیسان و قیماربازان که نظر به دریافت خودم بهترین آدمان زمانی ما می باشند مانند کردن خود را بهتر دانستم. ملا امان ثانیه ساکت مانده نفس راست کرد و باز دوام نموده گفت: آری، این نامبردگان بهترین آدمان زمانی ما می باشند. شما به طرز مثال از جهت مشغولیت پسترین این نامبردگان را که قماربازان می باشند گرفته ملاحظه کنید. او در قمار بای می دهد و آری به حریف خود بنده شدن را می بردارد و تا یافته دادن پولی بای دادگیش از بندگی او نمی براید و حق حریفش را که بجوری بیشعور به گردن او بار کرده است منکر نمی شود. البته مقصدی من از قماربازان همان قماربازانی بجولبازند که خود را بندگانی زرباز خدا می شمارند. دارایی آنها از 6 نار پول یعنی 36 پولی سیاه نهایت تا 6 نار تنگه یعنی 36 تنگه می باشد. اما آن بای بچگانی که از پولمستی، قماربازی و خلوصبازی می کنند و اگر یگان مبلغ کلانتر را بای دهند از بو گفتن یعنی از منکر شدنی حق حریف خود رو نمی گردانند، در مقصد من داخل نیستند. ملا امان قدری به فکر فرو رفته به طرز ایضاح دادن گفته های بالایی خود دوام نمود. شما گمان نکنید که من قماربازی را یک کاری خوب می دانسته باشم، بلکه بدترین بازی ها قماربازی است، چون که یک بیچاره یک روزی دراز مهنت سیاه کرده 6 نار پول می یابد. از بس که در این کوی بد قماربازی افتاده است، با وجود گشنه بودنش آن پول را نخورده به یک حریف بای می دهد. اگر بختش تاخته بای ندهد، آن پول کم کم به نام چوتل به کیسه آدمان میرشب می رود. انا همین است نتیجه قماربازی که این کار را میرشب برای فایده خود رواج می دهد. ملا امان بعد از دادن این ایضاح از مقصد دور افتادیم، گویان سخن اصلیش را دوام داد. جانی گپ در این جاست که یک قمارباز یک روزه مزد مهنتش را که 1 تنگه یا 2 تنگه است بای می دهد، اما حق حریفش را این کار نمی کند و بو نمی گوید. صاحبان شریعت ما که از وقف مدرسه، از سودخوری و از توی و معرکه آدمها کوتاه کرده گوییم با راههای نادرست هزارها تنگه را صاحب شده اند، 32 پول سیاه عرابکشی را که گویا آنها را به پشت خود برداشته از مزار تا شهر آورده است نمی دهند. کاش که آن پولی به چیزی نارزنده را نداده مانند قماربازی نامرد بو می گفتند، در آن وقت عرابکش هم به آنها چیزی نمی گفت، بلکه نمی دهد و بر بالای ندادن جنجال برآورده یک آدم را با کمال وحشانیت می کشد. اکنون خودتان آن قماربازان و این ملایان را روبرو مانده فرق را بینید. آنها از جهت آدمگری به آسمان می برآیند و اینها از ناآدمی و رذیلی در اسفل السافلین در آمده می روند. ملا امان سخن خود را از بالای قماربازان و بالای عرابکشان گذرانیده گفت: عرابکشان در آدمگری البته از این ملایان پیشترند. من تا حال ملایی را ندیدم که با وجودی دارا بودنش به ناداری و به بینوایی
یارمندی کرده باشد و او هر چقدر بای باشد هم باز مرده خود را به بالای مردم پرتافته چشم طمع خود را به کیسه آدمان، آن آدمان هر چقدر قشاق باشند هم دوخته می ایستد. اما من بسیار عرابکشانی تیراکش را دیدم که در راهی وابکند و غژدوان آدمانی از بینوایی پیاده برآمده در راه مانده را به عرابه خود گرفته و منزل رساندند و از آنها هیچ چیز حتی منتداری هم طمع نکردند. ملا امان باز سخن خود را درباره عرابکشان دوام کننده گفت. و بالای این عرابکشان بسیار مرد می باشد. در مردانگی و یاری دادن به هم پیشگان خود هیچ چیز را دریغ نمی دارند. لیکن افسوس که بسیار ساده‌اند و هنوز آدمان را، خصوصا قاضی کلان و مفتیان را تمام شناخته نگرفتند. مثالی سادگی آنها را من در همین عرابکشی مظلومی مرحوم دیدم. وقتی که ملاها از مفتیها روایت گرفته و دستگیر کردن او تیاری می دیدند، به او خبر داده شد که گریزد و به شهرهای دیگر رفته چندی به نظر ملایان ننماید، اما او قبول نکرد. مرا به قاضی خانه کشیدند گیرند. من در آنجا واقعه را با راستی گفته می دهم. برای ندادن نیم تنگه همین قدر ماجرا جنباندن آن گشنه چشمان را در پیش قاضی کلان برویشان می زنند. هیچگاه قاضی کلان با تهمت خشکی پرغرضانه مرا حبس نمی کند. هرچند به او گفتند که به قاضی کلان باور نکند. او برای بی آبرو نکردن ملاهای خود از حبس کردن و جزا دادن تو بر این کسان روی نمی گرداند. او از ساده دلی باز قبول نکرد. من از دوغها ترسیده مانند نامردان گریختن را به گردن نمی گیرم گفت و عاقبت به سرش آمد آنچه که دیدید. ملا امان باز قدری فکر کرده ایستاده سخنی خود را دوام داد. افسوس که گفت او، من به مردانگی عرابکشان هم از بودش زیادتر بها داده بودم. این هم از همین واقعه عرابکشی مظلوم معلوم شد. وقتی که او را آدمانی میرشب و قاضی کلان دستگیر کرده به قاضی خانه بردند، به عرابکشان فیض‌آباد مصلحت داده شد که یک چند نفرشان تیار شده در راه بین قاضی خانه و زندان و آبخانه ایستند و در وقتی از قاضی خانه برآورده به حبس خانه برده ایستادن عرابکش در راه در یگان جای مناسب او را از دست آدمان قاضی و میرشب رهانیده گریزانند. اما عرابکشان فیض‌آباد به این مصلحت عمل نکردند. آدم با حبس شدن در حال مردن نمی گیرد گفتند. اما اگر ما به گریزاندن او کوشش کنیم، در نتیجه یا به دست افتاده تلف می شویم یا به ترکستان روسیه گریزه شده می رویم. در هر دو صورت هم زن و فرزندانمان بی کس مانده در خواری و زاری نابود خواهند شد. خودمان از تلف شدن و از گریزه شدن پروایی نداشته باشیم هم در نابود شدن اهل و عیال تاب آوردن دشوار است. اما اگر او را حبس کنند، ما می توانیم که پول خرج کرده او را خلاص کنیم. آنها از سادگی نفهمیدند که مسئله آن عرابکش در پیش ملایان و حکومت مانند مسئله دزدان یا آدمان عادی تهمت زده نیست که با پول حل شود. در اینجا گپ بر بالای آبروی ملایان و دین و شریعت می رفت که این عیناً آبروی حکومت حاضره بخاراست. در این مورد میرشب هم، میری غزبان هم،
آدمان خوشبیگی و زندانبانان هم در پول گرفته گنهگار را آزاد کردن از حکومت و از ملایان می ترسیدند. افسوس که عروبکشان فیض‌آباد، ملا امان بعد از قدری فکری اندوهگینانه کرده ایستادن، در وقتی کار از دست رفتن، در وقتی که آن مظلوم را به شتر سوار کرده برای سنگسار کردن از ارگ فرا آوردند، نتیجه دلخون کننده کار را فهمیدند. اما در آن وقت نه تنها عروبکشان فیض‌آباد بلکه همه عروبکشان بخارا هم حرکت می کردند، او را از این فاجعه خلاص کردن نمی توانستند و برای زنده خلاص کردن او فرصت هم نمانده بود، چون که او بر بالای شتور در همان پیش تخت پول ارگ کشته شده بود و برای خلاص کرده گرفتن مرده او باشد، نظر به قول عروبکشان فیض‌آباد هیچ حرکت لازم نبود، چون که از روی عادت می بایست مرده او را در شهر گردانده آورده در بازاری ریسمان ریگستان می پرتافتند. از آنجا مردکشان حمامی تخمدوزی آن مرده را در زنبر انداخته به گولخ حمام می بردند و نزدیکانش به آنجا آمده مرده را از آنها خریده می بردند. اما بعضی دوربین ها، گفت ملا امان بعد از لحظه خاموش ماندن، عاقبت مرده کشنده محمد شریف دیوان بیگی را به یاد آوردند که آن مرده را به مردکشان نداده و بیرون دروازه برای خوراک سگان پرتافته بودند و یکی از آن دوربین ها خود پیش در آمده 4 نفری دیگر را انتخاب کرده گرفته، هر 5 نفر مسلح شده در درون نیزاری دروازه اغلان به هر احتمال نگران شده ایستادند و مرده آن مظلوم را خلاص کرده گرفتند. بعد از آن مظلوم با آن همه وحشانیت و عذاب و عقوبت کشته شدن، گفت ملا امان در آخری تأثیرات خود. البته برای او فرق نداشت که مرده‌اش در خاک پوسد یا خوراک سگان شود، لیکن برای به قدر امکان نگاه داشتن شرف انسانیت خلاص کردن مرده او لازم بود. آخر مرده انسان لاشه حیوان خود مرده نیست که به پیش سگان پرتافته شود. این کار را فقط کسی کرده می تواند که تماما از انسانیت دور شده طبیعتی سگانه پیدا کرده باشد. از گفته های ملا امان اشتراک کنندگان صحبت به خوبی پی بردند که مصلحت دهنده عروبکشان فیض‌آباد درباره گریزاندن عروبکشی محبوس در راه حبسخانه و این چنین آن دوربینی که گرفته گریختن مرده آن مظلوم را تشکیل کرده است خودی اوست. اما هیچ کدامشان نه در پیش او و نه در غیب او از این خصوص لب نگشادند تا که ملایان و یا حکومت این معنی را فهمیده او را هم به یک بلا گرفتار نکنند. شما گفتار 92 را از روی اثری نویسنده بزرگ تاجیک صدرالدین عینی یادداشت‌ها شنیدید. راوی عبدالرشید خوجمقلوف، کارگردان شیرعلی نغزلی. پایان گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی.